روزنامه‌نگاران تاجیکستان میگویند محدود کردن دسترسی به وبسایت‌های خبری بر زیان کشور است و مقامات رسمی باید به این کارشان خاتمه بدهند. اسلوبی که امروز سایت بندی میکنن این راه حل نیست. امروز مثلا ده ها مثلا انیمیزر هست، ده ها راههای هست که باز مثلا به سامانه ها میتونن که مثلا مردم به سامانه ها رو برن، یا اینکه همون خبری که از نگاه تاجیکی، از نگاه ملی، از نگاه دولتی، اون خبری که رسانه های تاجیکی به خواننده اینترنت، به تاجنت یا به مثلا در این برابر به رونت و به دیگر جاها پخش میکنن، خبر تاجیکی که ما داریم از نگاهی مثلا تاجیکی ساخته شده است، جای آن را مثلا خبرهای غیر، از جمله مثلا خبرهای روسی، حتی خبرهای افغانی، ایرانی پر میکنن. چند روز باز است که ساکنان تاجیکستان از حق خواندن خبر و گزارش‌ها از جمله در وبسایت رادیو آزادی، نشریه آزیا پلوس و هم آزادگان و استفاده از شبکه‌های اجتماعی محرومند. شرکت‌های تامین کننده اینترنت در تاجیکستان بستن وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را شرح ندادند و مقامات هم تاکنون چیزی در این باره نگفتند. صحبت امروزه برنامه درباره بستن وبسایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان است و با همکارم کیومرث عطا در دوشنبه. کیومرث، آیا روزهای آخر یگان وبسایت را باز کردند و یا تمام وبسایت‌هایی که قبلا بسته شدند هنوز هم دستنارس باقی ماندند؟ بله طاهر، واقعا تا حالا دسترسی به تارنمای رادیو آزادی و همچنین تارنمای آژانس خبری آزیا پلوس و همچنین شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و ادنکلاسنی که محدود است، بسیاری از شرکت‌های مخابراتی، شرکت‌های فراهم کننده اینترنت در تاجیکستان دسترسی به تارنمای آزادی و آزیا پلوس و فیسبوک و ادنکلاسنی را مسدود کردند. ما برای فهمیدن اینکه چرا تا حالا تارنمای رادیو آزادی برای کاربرانش دستنارس است، با چندی از شرکت‌های فراهم کننده اینترنت مثل تیسل، مثل بابیلون تماس گرفتیم و جواب همه آنها یکسان بود. جواب این بود که این کار ما نیست، یا اینکه مشکلی فنی است که به زودی حل میشد، یا این مشکلی که حالا با وجود آمده است کار دستی ما نیست. و کیومرث، کاربران و مسئولان وبسایت‌های خبری در این باره چی میگویند؟ نظر بسیاری از خبرنگاران و اینچنین سردبیران درباره بستن تارنامه‌ها در تاجیکستان بسیار منفی است، چون که آنها فکر دارند بستن سامانه‌ها این نقض آزادی بیان است، آزادی دسترسی ساکنان به اطلاع است و آنها میگن چنین سایت بندی ها میتواند به ایمیج تاجیکستان در سطح بین المللی هم لطمه زند و کشور تاجیکستان را، دولت تاجیکستان را همچون دولت مخالف آزادی بیان، دولت مخالف رشد آزادی سخن در تاجیکستان معنیداد کند، معرفی کند. برای همین نظرها البته در این مورد منفی است و چندی از همصحبتان ما از جمله زیبا تاجیبا و سردبیر تارنمای آژانسی خبری آزیا پلوس هم گفت که این بستن سایت پیش از همه نقض حقوق کاربرانشان است، نقض حقوق شهروندان تاجیکستان است. همچنین زیبا تاجیبا در مورد این صحبت کرد که بستن سایت آنها البته برای آنها زیان مالی هم در پی دارد. تشکر، همکارم کیومرث عطا در دوشنبه صحبت میکرد.